اعوذ بالله من نفسی. بسم الله الرحمن الرحیم. کیسان ابو عمره هستم با یه تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان. رفقا، امروز قصد دارم فیلم جنگیر پاپ رو براتون تحلیل کنم و با یک زاویه جدید از ابعاد دیگر مورد بررسی قرار بدیم این فیلمو. خب تو ابتدای فیلم که فیلم شروع میشه، اون جنگیره راهب به سادگی فردی که مورد هجوم قرار گرفته رو از دست شیاطین نجات میده، خیلی راحت. به این صورت که یک گرازی رو میارن، شروع میکنه با صحبت کردن با اون فرد، سعی میکنه ارتباط بگیره با اون شیطان، اسمش رو میپرسه و خیلی راحت اونا انتقالش میده به گراز و با یک تیر فرد رو نجات میده. ولی در خصوص اون خانواده‌ای که فیلم حول محور اونا ساخته شده، این کار به اون سادگی اتفاق نمیفته، بلکه کل اعضای خانواده راهب هم تسخیر میشن و به سختی نجات اون خانواده تو انتهای فیلم امکان پذیر میشه. نکته‌ای که در این مورد میشه بهش اشاره کرد اینی که شیاطین درجه بندی قدرت دارن، همونطور که انسان‌ها درجه بندی تو خوبی و بدی دارن. یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی به دنیا میاد پاکه، صفر مطلقه، ولی متناسب با اون اعمال و کرداری که داره میتونه تا 100 خوبی پیش بره، میتونه تا 100 بدی پیش بره. برای همینه که تو قرآن کریم خدا به انسان، خطاب به انسان میگه این انسان میتونه تا عرش بالا بره، میتونه انقدر پایین بیاد که حتی از حیوونا هم پستر بشه. ولی تو شیاطین فقط 0 تا 100 بدی داریم و هرچی درجه این بدیه بیشتر بشه قدرتش هم بیشتر میشه. بذار با یک مثال برات توضیح بدم. یک انسانی رو در نظر بگیر که آدم خوبی است و از درجه 100 خوب بودن درجه 51 رو متناسب با اعمالش به خودش اختصاص. اون اجنه کافر و شیاطینی که در بدی تا درجه 51 و کمتر هستن هیچ آسیبی به این فرد نمیتونن برسونن، ولی اون دسته از شیاطینی که درجه بدیشون از 51 به بالا هست میتونن این آدم رو تحت تاثیر کارهای خودشون قرار بدن. بذار یک مثال دیگه بزنم. حالا من اصلا این کار رو پیشنهاد نمیکنم، ولی دقت کردین وقتی یکی میره پیش دعانویس و به دعانویس میگه آقا من طلسم و جادو شدم، دعانویسه یک نگاهی میکنه میگه آره تو طلسم شدی، جادو شد. دعانویسه میاد چیکار میکنه؟ یه سری کار بهش میگه اینا رو انجام بده تا اون سحر باطل بشه. اون فردم این اعمال رو انجام میده، اون کارهایی که بهش گفته رو انجام میده. بعد یک مدت ببینه باز نه، یه سری اتفاقات بد داره براش میفته و حس میکنه که دوباره سحر شده. دوباره میره جا دعانویسه بهش میگه که اینا از اجنه و شیاطین قوی تر استفاده کردن. میبینی داستان همین قضیه 0 تا 100، همین قضیه 0 تا 100 خوب و بدی است. یا مثلا تو همین فیلم جنگیر واتیکان، اولین کسی که تو خانواده تسخیر میشه کیه؟ پسر خانواده است. چرا پسر خانواده؟ چون طی یک تصادف پدر خانواده رو از دست میدن و اون پسر تو اون لحظه شاهد مرگ بابای بوده. از نظر روحی روانی به شدت آسیب دیده و ضعیف شد، طوری که از شدت آسیب پسر خانواده لال میشه. میخوام اینو بگم، ضعیفترین آدم ها اولین قربانی ها هستن. اولین قربانی باعث میشه قربانی دوم، سوم و الی آخر گرفته بشه. دیدید یه سری بازی ها هستن که طرف مثلا لولش 14، بعد با یکی که لولش 11 درگیر میشه، اونو میکشه. انرژی اون آدمی که لول 11 بوده نابود نمیشه، بلکه انرژی به لول اون آدمی که لولش 14 بوده اضافه میشه. یعنی چی؟ یعنی لولش 14 بوده، لول 11 رو میکشه، 11 لول به لول خودش اضافه میشه و لولش میشه 25. تو فیلم جنگیر واتیکان هم داستان همین. وقتی اون شیطون کل خانواده رو تسخیر کرد، تونست راهب رو هم تسخیر کنه. چرا؟ چون تمام قدرت خانواده رو تصاحب کرد و قدرتش رو افزایش داد. نکته جالب دیگه فیلم اینجاست که شیطون با اعمال خودت میاد به جنگت. یعنی چی؟ یعنی تو یه کار بدی رو مرتکب شدی، انجام دادی که حس پشیمونی و عذاب وجدان گرفتی، اونقدر اونو تو ذهنت بولد میکنه تا حس ناامیدی تو وجودت شکل بگیره که به جای اینکه به فکر جا پاک بشه،
که به جای اینکه به فکر جبران خطا باشی بیشتر حس ندامت به خودت بگیری. حالا نکته اون چیه؟ نکته ماجرا کجاست؟ تو وقتی به فکر جبران خطات باشی در راستای خوبی قدم برمیداری و روحتو قوی تر میکنی. ولی وقتی به سمت حس ناامیدی پیش بری در راستای منفی و ضعیف شدن داری پیش میری، قدم برمیداری و این خیلی تأثیرگذار میشه روی اینکه کار رو سخت کنی یا آسون کنی برای اون شیاطین تا بتونن تو رو تحت تاثیر قرار بدن یا ندن. حالا اینکه چطوری میتونیم درجه خوبیمون رو افزایش بدیم رو زمان تحلیل فیلم تونباد که به زودی براتون تشریح میکنم اون فیلمو میگم. چرا؟ چون خیلی مرتبط هست با موضوع سکانس اون فیلم.